بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات برای همه شما خوبان و عزیزان و سروران روزداران گرامی. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر تمام نعمتاش و سپاس به خاطر اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما و همکاران ما قرار گرفت تا خدمتگزار شما خوبان باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های لحظه‌های آسمانی در شامگاه و لحظات پایانی 25مین روز از ماه مبارک رمضان. 25 روز گذشت و روزهایی که باقی مونده کمتر از انگشتان دست خواهد بود. فرصت همچنان باقی است و هر چقدر به پیش میریم روزها و شبها گرامی‌تر میشند و ارزش و فضیلتشون بالاتر میره تا هیچ بهانه‌ای برای کسی باقی نمونه که فرصت از دست رفت. خوشا به حال ما که در این ماه مبارک رمضان همچنان زنده ایم و همچنان این فرصت در اختیار ماست و میتونیم که برای خودمون سرنوشت آینده خودمون و برای قیامت خودمون فکر بکنیم، عمل بکنیم و تصمیم بگیریم و صفحات جدیدی از زندگی خودمون رو باز بکنیم. در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم، بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق و شنوندگان رادیو جهانی پیام اسلام. در این لحظه های آسمانی در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و موضوعی دیگر. در آغاز من از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان و سروران عرض ادب دارم و سلام و احترام خدمت جناب دکتر و خوش آمد بگم حضورشون. خوش آمدید جناب. خیلی خیلی لطف دارید. البته اگه اجازه بدید بنده هم عرض ادب و سلامی داشته باشم خدمت بینندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق که بر من منت نهادند و فرصتی دادند تا در خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز باشم. امید است که ان شاء الله روزهایی پر از طاعت و عبادت خداوند متعال سپری کنیم، به خصوص عزیزانی که خداوند توفیق داده و در اعتکاف نشستند. شاید ما یا خیلی از ما به حالشون رشک میبریم که خداوند همچنین فرصتی رو به اونا داده، اما اگر مفهوم عبادت رو بهتر و زیباتر درک کنیم، به من و شمایی که الان در اعتکاف نیستیم خداوند یه فرصتی داده که خیلی خیلی با ارزش تره حتی از اعتکاف نشستن در مسجد النبی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لئن اخرج فی حاجت اخی، از اینی که من در پی حل مشکل یک برادری، یک شخصی بیام بیرون و برم مشکلش رو حل کنم، سعی کنم. حالا مشکل حل شد یا نشد، اما من حرکت کردم برای حل مشکلش، باش همراه شدم در مشکلی که براش پیش اومده. برای من عزیزتره از اینی که 1 ماه در مسجد النبی به اعتکاف بشینم. این فرصت های طلایی رمضان رو غنیمت بشماریم و خودمون رو هر چه میتونیم به خدامون نزدیکتر کنیم. آمین آمین. در دنیا تلاش انسان مؤمن و مجاهدت‌هاش و صبر و استقامتش و امیدش برای بهشت و دست یافتن به بهشت. امید به بهشته که روزهای گرم تابستان رو با بیش از 21 یا 22 ساعت در برخی از نقاط زمین دمای بالای 50 و یا 55 درجه حتی در حرمین
انسان گرما و مشکلات و سختی های روز رو تحمل میکنه و شبها به عبادت می ایسته، ساعتها به قیام و رکوع و سجود و همه اینها رو با عشق و علاقه انجام میده، چرا که منتظر بهشته. در دنیا هم میشه که این تجربه رو انجام داد. گرچه دنیا مزرعی است برای آخرت، اما این مزرعه میتونه که یک فضای بسیار زیبایی باشه، گلستان و بوستانی خوشبو و با تراوت، تا انسان قبل از رفتن به بهشت آخرت در دنیا بهشتی رو تجربه کنه. هر کدوم از ما در خونه خودمون میتونیم این فضا رو ایجاد کنیم. امروز میخوایم با شما عزیزان در این باره صحبت کنیم. چه کنیم تا خانه ما بهشت بشه قبل از رفتن به بهشت آخرت؟ با موضوع خانه اترا بهشت کن در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و فرصتی که در اختیار ماست در برنامه امروز و صحبت‌های جناب دکتر مقدمه سخن با شما. اینی که ما خانمون رو بهشت کنیم، فکر کنم این یک اختیار نیست که ما بخوایم یا نخوایم. این وظیفه ماست. اگر تونستیم خانمون رو بهشت کنیم، بهشت آخرت برامون تضمین شده است. بعضی از صالحان می گفتن که در دنیا بهشتی است که اگر انسان وارد اون بهشت دنیا نشه، در آخرت بهشتی براش در کار نیست. با وجود سختی و مشکلات دنیا اصلا سختی ها و مشکلاتش هیچ ربطی به خونه بهشتی نداره. ما وقتی که از خونه بهشتی حرف میزنیم، از در و دیوارش حرف نمیزنیم، از وسعت و مساحتش حرف نمیزنیم، از اساس و دارایی های داخل خانه حرف نمیزنیم، از یه چیزی فراتر از این حرف میزنیم که همون خود خانه است. آیا خونه و بهشت با هم تناسب دارن؟ بهشت با اون پهنایی که الله تعالی میفهمد ارزها که ارز السماء و الارض، حالا شما میاد این رو منحصر میکنید در یک فضای 4 دیواری کوچیک مثل خانه؟ اصلا بهشت چی است؟ ببینید، کسی که در یک فضای بی‌نهایت از قدرت و دارایی داره زندگی میکنه، بی حد هست، یعنی هیچ حد و مرزی برای هیچ ملکه دنیاست. داراییش بی‌نهایت داره، شوهرش حاکم کل دنیاست. این شخص همسر فرعون که مؤمن شده از خداش چی میخواد؟ رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. آسیه که همه این دارایی و دنیا و هرچه آنچه که برخی فکر میکنن مصدر سعادت و خوشبختی است در اختیارش هست. ملکه زمین بود دیگه، اما خوشبختی رو در خونش نداشت و میدونست که این خوشبختی کجاست؟ در کنار خدا بودن. رب ابن لی عندک، بار الها برپا کن برای من نزد خودت بیتا فی الجنه. 3 تا تعبیر، یکی اندک، یکی بیت، یکی جنت، یکی بهشت. یعنی اینی که در کنار کی باشی مهم است. مهم اینه که خانه داشته باشی که اون خانت رو بهشتش کنی. حالا چه این ورخت بود چه اون ورخت، اما مهم این است که باید یه خانه‌ای داشته باشیم بهشتی. داخل خانه بهشتی دنیا شدی، در آخرت برات تضمین شده است. مشکل چه است؟ مشکل این است که ما کار مولا نصرالدین رو میکنیم. مولا نصرالدین بنده خدا یه چیزی گم کرده بود، اون انگشترش گم شده بود، تو کوچه دنبالش میگشت. گفتن مولا چی کار میکنی؟ میگه دنبال انگشترم میگردم. کجا گمش کردی؟ میگه تو اتاق. خب چه تو اتاق گم کردی؟ تو کوچه دنبالش میگه اونجا تاریکه، اینجا روشنه، دنبالش میگردن. ما همچنین احیانا همچین کارایی میکنیم، نمیدونیم که مصدر سعادت کجاست، مصدر بهشت کجاست، این لذت کجاست. امام ابن تیمیه یک جمله بسیار زیبایی داره، میفرمایند که ماذا یصنع اعدائی بی، دشمنای من در مقابل من خل سلاحن، چی میتونن برای من بکنن؟ انا جنتی و بستانی فی صدری، من بهشت من تو سینه من. وقتی بهشت من تو سینمه، حالا دنیا میخواد هرچی باشه باشه، این برای من مهم نیست. من سعادت و خوشبختی همراه همیشه. پس مصدر سعادت خود منه، سینه منه. سعادت از داخل برمیاد، از بیرون
تلقی نمیشه. خب این سعادتی که داخل من هست، اما من خب احیانا من راه رو گم میکنم. من مثل چی میشم؟ مثل یه کسی که میره به جنگ، خب میره حرکت کرده، اسلحه و مهماتشو با خودش گرفته، یکم چند قدمی که میره میگه این سپره خیلی سنگینه، میندازش دور، سنگینه دیگه راه نمیتونم برم. یکم دیگه میره میگه این شمشیره دست و پامو گرفته، میندازش دور. خب وقتی هم پیش به اصطلاح دشمن میرسه دست خالی، خب شکست میخوره. ما هم احیانا هم این کارا رو میکنیم. طاعت و عبادت خداوند خیلی مشقت باره، سخته، میندازیمش دور. ذکر و یاد خداوند رو وقت گیره، وقتش ندارم، میندازیمش دور. نماز دست و پامو گرفته، فلان حجاب و پوشش و فلان، هر چیزی یه بهانه‌ای براش میاریم. خب چی میشیم؟ بعدم همینا رو هم به رنگ و بوی شیطانی میدیم. شیطان وقتی خداوند متعال بهش گفت که برای آدم سجده کن، بهش برخورد. این مخالف حقوق و آزادی شخصی بنده است. ما احیانا همچین تصوراتی داریم. این کار دست و پای منو گرفته، مخالف آزادی شخصی بنده است، حقوق انسان اینجا مراعات نشده. آخرش چی میشیم؟ سرمون میخوره به دیوار. اینه که ما وقتی میخوایم به سعادت یا به بهشت برسیم، بهشت دنیا رو تجربه کنیم، این کار آسونی هم نیست. خداوند متعال در سوره روم یه چند مورد از آیت‌ها و نشانه‌های عظمت خودشو بیان میکنه. جالب این است که همه این آیات‌ها و نشانه‌ها با حرف واو با هم ربط پیدا میکنه، عطف میشه. و ما اصلا در سخن گفتنمون دو چیز متناسب به هم و همیشه با هم ذکر میکنیم. من میگم که یه خونه خریدم با یه ماشین آخرین سیستم، به هم خورد، هم وزنن نسبتا. یه خونه خریدم و یه زمین که میخوام یک باغ درست کنم. اما اگر اومدم به شما گفتم سلیمانی میدونی امروز چی شد؟ من رفتم یه خونه خریدم با یه قلم، همچین اون قلمه به هم نمیخوره، وصله ناجوره اینجا. اینجا وصلهش همچین ناجور از هر کی نگاه میکنیم این چی شد. خب در این آیت های قرآن کریم در سوره روم ما میبینیم که خداوند متعال حرف میزنه از چی؟ از آیت های بزرگ و نشانه های عظمت الهی. خلق السماوات و الارض. خلق السماوات و الارض یعنی کون و مکان، یعنی هر آنچه غیر الله، از نمیدونم شب و روز، خورشید و ماه، گردش این کون و مکان، از رعد و از و در کنار اینها بلکه قبل از اینها و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از نشانه‌های خداوند است که از برای شما از بین خودتون همسرانی رو خلق کرد، لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. لتسکنوا الیها، سکن یعنی چی؟ یعنی راحتی، آرامش، یعنی آرامش، سکون، یعنی سکون، یعنی سعادت، یعنی هیچ مشکلی اینجا وجود نداره، یعنی تکامل، یعنی مرد در کنار عاطفه زن و زن در کنار حکمت مرد در آغوش هم. این استفاده بهشت. در بهشت هم ما داریم جناب که الله تعالی میفرماید که برای مؤمنین بهشتی درست کرده که از زیر باغ‌های اون از فرودست باغ‌ها نهرها جاری است و مساکن طیبه، و مساکن طیبه، خانه‌های محل سکونی که بسیار پاک و پاکیزه است و برای از هر عیب و نقص. اینجا هم چی از لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، فضایی همش خوشی، عشق، سعادت، رحمت. خب حالا اگر هم نگاه کنیم خداوند متعال وقتی به بندش نعمت ها میده، نعمت هایی که خداوند میده همون نعمت یا ویژگی خاصی که به کسی داده اون رو انگار خداوند خواسته همین راه رسیدن به قله باشه، فردوس اعلی. مثلا به کسی خداوند ثروت میده، خداوند میخواد که آقا این ثروتت رو بگیر
سوار بر این برس به فردوس برین. این وسیله است برای دست یافتن به این وسیله به شما داده شد، به کسی، به هزارها و میلیون ها شخص دیگه داده نشد. بله. به هر کسی یه چیزی داد. به کسی دیگه خداوند متعال قدرت میده که آقا این قدرت و پهلوانی تو بگیر، خودتو برسون به بهشت. به کسی دیگه آقا منصب و مقام اجتماعی میده، آقا اینو بگیر خودتو برسون از همین راه. به کسی دیگه آقا علم میده که آقا این علم و دانش تو بگیر، از راه این برس به بهشت برین، به مساکن طیبه. به کسی دیگه همسری میده، توی زن مثل تو هزارا و خوشگلتر از تو و زیباتر از تو و حکیمتر از تو و ثروتمندتر از تو هزاران هستن که شوهر پیدا نکردن، شوهرشون چند روز بعد وفات کرد، طلاق داده شدن. شما رو خداوند این فرصت داد که از راه همین شوهر یا از راه همین زن برسی به کجا؟ بهشت. به بهشت. خانت رو اینجا بهشت کنی تا برسی به اون بهشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خانم‌ها میفرمایند که حسن تبعل المرأة لزوجها تعدل الجهاد فی سبیل الله. رسیدگی و همسر بودن درست خانم‌ها برای شوهرایشون مساوی است با جهاد در راه خدا. جهاد در راه خدا یعنی چی؟ یعنی ذروت سلام اسلام، یعنی شاخصه اسلام، یعنی بزرگتر نوک قله اسلام جهاد هست. و این جهاد رو مرد با چی میرسه؟ با زحمت، با تلاش، با خون دادن، با جان دادن، با مال دادن، با فدا کردن خودش. جان ما رو به کف میگذاره دیگه، کار آسونی نیست. خانم چه کار میکنه؟ خانم پرتیش خیلی کلفته، در دین ما پرتی خانم ها خیلی کلفته. با یک رسیدگی درستی به همسرشون میرسن به چی؟ به اون قله جهاد. اون مرد باید بره زحمت بکشه، زخم ببینه، غربت ببینه، سختی و مشکلات ببینه. واقعا جهاد و جنگ کردن کار آسونی نیست، یعنی شوخی نیست، نه استراحتی، یعنی نه غذایی. حالا سوای بحث زخماش و کشته شدنش، خود حتی فضایی که زندگی میکنن ترس، رعب، نه غذای مناسب، نه مکان استراحت مناسب، نه ساعت مناسب برای استراحت، نه جایی هست، سرما هست، گرما هست. اما همین درجه و مقام رو خانم در فضای داخل خانه با رسیدگی به شوهرش که به هر حال عزیزش هم هست، یه غذایی درست میکنه، لباسی میشوره، بقیه کارها رو انجام میده، رسیدگی ها اون چیزهایی که نیاز است در فضای خانه انجام بشه و به این درجه میرسه. خب این دو تا درجه با هم جمع شدن یعنی اینی که این کار آسونی هم نیست. یعنی اینی که این شوهره که از دور میاد، اخم و تخم کرده، عصبانی است، نمیدونم مشکلی پیش اومده تو خونه خالی میکنه، توی زن این رو همون طوری باید قبول کنی که اون مجاهدی که در راه خدا رفته برای جهاد این همه مشکلات رو با رضایت خاطر تحمل میکنه. میدونه که خودش با رضایت خودش اومد. گرمی هست نق نمیزنه که گرمه، نمیدونم دلهوره هست شلیک میشه از طرف دشمن، نمیدونم در تیررس دشمن هست، خودم این رو انتخاب کردم. جنگ دیگه جنگ که حلوا پخش نمیکنن، عروسی هم نیست. همینطور هم در محیط خانه و محیط خانه رو اصلا ما گره اولش رو از کجا زدیم؟ شلیک اول یا گره اول شما با عقد و ازدواج. و ازدواج گفتیم که اصلا ازدواج چی هست؟ ازدواج یک قرارداد هست بین بنده و خدایش، نه بنده با طرف مقابل. ما اشتباه فکر میکنیم وقتی فکر میکنیم که من قرارداد بستم با فلان خانم، من قرارداد بستم با خدام، اون خانم هم با خدا، چون که ما دوتا اصلا وصله هم نبودیم، ما اصلا بیگانه از هم بودیم. من حق نداشتم اصلا نگاش کنم، اونم حق نداشت حق نداشتیم با هم حرفی بزنیم که نباید زده شه. الان کی این قانون رو گذاشته بود؟ خداوند. نامحرمیت رو خداوند گذاشته بود. ما اومدیم پیش خداوند یک قراردادی رو امضا میکنیم که من بنده، من مرد عهد و پیمان میبندم با شما خدای بزرگ که من زندگی این خانم رو براش بهشت کنم. و این خانم هم میاد و همین عهد و پیمان رو با خدا میبنده که من میخوام این مرد رو تو همین دنیا بهشتیش کنم.
خوشبخت بشیم در کنار هم، این پیمان بین منه با خدام. وقتی این پیمان رو بستیم، خداوند محرمیت رو از ما در بین ما میگذاره که شما دوتا پس محرم هم دیگه شدیم، همه چیز حلال هم شدیم. خب حالا که حلال هم شدیم دیگه، فردا خانمی بیاد بگه این شوهرم به من ظلم میکنه، این شوهرم بده، این فلانه، این علانه، این اصلا معنا نداره. منو چی به این حرفا؟ تو رابطت با خداست، تو با خدا عهد کردی که اینو خوشبختش میکنی، اون با خداش عهد کرده، حالا اون خود رو عهدش وفادار موند یا نبوند این کار شما نیست. آیا شما در این عهدی که با خدا بستی وفادار هستی یا نه؟ ببینید خیلی از مفاهیم جاهلانه رو ما در بین خودمون نشخوار میکنیم که این باستا بد داره در بین ما. میگیم فلانی زنزلیله، فلانی نمیدونم هر چه زنش بگه این حرفو میگیره. اینو حرف جاهلانه است. خداوند متعال به پیامبرش میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. یعنی پیامبر در پی چی بود؟ کسب رضایت همسرانش. پیامبر، حالا ببینید تصور بکنید وقتی میگه پیامبر یعنی چی؟ یعنی کمال بشریت، کمال انسانیت است و بهترین خلایق، محبوب خدا. بیشک. در کنارش که هستن همسرانش که مادران مؤمنان و پیامبر اگر جایگاهشون رو با هم ببینیم زمین تو آسمون هست. همین انسانی که این مرحله رو داره در کنار مادران مؤمنان در پی کسب رضایت اونهاست و خداوند پیامبرش رو ملامت نمیکنه که چرا در پی رضایت اونها هستین. ملامت از چیزی دیگه است. چرا حلالی که خدا بر تو گذاشته بود حرام کردی بر خودت؟ اون حق و پیامبر نداشت. اما اینی که در پی رضایت هست این صفت ویژگی پیامبر هست. خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. من از همه شما برای همسرانم بهترینم و شما هم اگر میخوای بهترین باشید اینه که برای همسراتون بهترین باشید، در پی رضایت اونها باشید، کسبشون کنید، دلشون رو به دست بیارید. پیامبر رو ببین که تواضع میکنن، با همین نهایت فروتنی رو با همسراشون دارن، باشون در محیط خانه با اونا هستن، نمیدونم همکاری میکنن، نمیدونم باشون شوخی میکنن، مسابقه باشون میذارن، دو میدانی میکنن. ببینید تصور کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم میون با اون عظمتش. خب بچه نوجوانا اومدن در داخل صحن مسجد دارن رزمایی میکنن، نمیدونم ورزش ها میکنن، رژه میرن. خب الان رهبر یک سلطنت بزرگ اسلامی الان اومده اینا رو نگاه کنه، فلان صدا میزنه همسرشون که بیا تو هم تماشا کن. از پشت شونه پیامبر تماشا میکنه، پیامبر میگه خب بسه، میگه نه میخوام نگاه کنم. تصور کنید این فضاست که همون فضای مهر و محبتی است، خانه ای است که واقعا میشه اون رو گفت خانه بهشتی. ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید به همراه شما عزیزان بیننده و شنونده میان برنامه ببینیم و بشنویم. دیگه رو مجبوریم کلمه بشنویم هم بگیم چون شنونده های ما هم در رادیو پیام اسلام هستن و ان شاء الله برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع. جزاکم الله خیر.
بعد سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه لحظه های آسمانی با موضوع خانه ات را بهشت کن. جناب دکتر، چیکار کنیم که خونه‌مون بهشت بشه؟ اگر بخواید راهکار بدید از کجا شروع کنیم؟ وقتی ما میخوایم که خونمون بهشت بشه، باید اول رابطمون رو با صاحب بهشت درست کنیم. همون توصیه یا دعای آسیه علیها السلام وقتی دعا میکردن، رب ابن لی عندک بیتن، نزد خودت. حالا ما باید رابطمون رو با خودمون درست کنیم، چرا که مصدر سعادت و خوشبختی در واقع خداوند متعال هست. بیشک خداوند متعال وقتی که در مورد حضرت زکریا میفرمایند که و اصلحنا له زوجه، ما همسرش رو درست کردیم. پس این همسر چطور درست بشه، این دست خداست. اینی که من بیام همیشه در مقابل پروردگار، من جوون، فریاد و زاری کنم که خداوند متعال یک همسر صالحی به من عنایت فرما. و منی که ازدواج کردم، هدفم از ازدواج چی هست؟ این هدف رو، برنامه رو درست کنم. اینی که برنامه زندگی از کجا ساخته میشه؟ از خود من، از داخل من. ما مگه نیست که ما هر روز میگیم که خدایا بارالله رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. صبح میگیم، شام میگیم، بعصر میگیم، همیشه میگیم، تکرارش هم میکنیم. از دعاهایی هست که هر صبح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 بار میگفتن، هر شب بعد از ظهر 3 بار میگفتن. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماند من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا ذاق طعم الایمان. کسی که بخواد خوشمزگی و لذت ایمان رو ببره، باید رضایت بده به خداوند به عنوان پروردگار، به اسلام به عنوان دین و به محمد صلی الله علیه وسلم به عنوان نبی و رسول. خب اینو که ما گفتیم از روز اول، وقتی گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، معناش مگه چیه؟ مگه غیر از اینه؟ پس معناش چیه که من هر روز صبح این رو تکرار کنم، هر روز شب این رو تکرار کنم؟ اینی که من دارم یک عقل باطن، سیستم خودم رو آپدیت میکنم، سیستم خودم رو هر روز میسازم، خودم رو هر روز تذکر میدم. این تذکر دادن یعنی چی؟ یعنی اینی که مسیر زندگی، شیوه زندگی، هویت و شخصیت من رو مشخص میکنه. کجا میرم، کی هستم. خب وقتی که من اومدم ازدواج کردم، هدفم چی بود؟ هدفم این بود که عفت داشته باشم. بله. هدفم این بود که از چشم چرانی نجات پیدا کنم. هدفم این بود که یک انسانی رو خوشبخت بکنم. بله. هدفم این بود که یک زندگی بهشتی درست کنم، یک خانه بهشتی درست کنم. این هدف باید بیدار باشه. همونطور که هر روز صبح تکرار میکنیم تا لذت ایمان رو ببریم، این مفاهیم باید همیشه در ذهن من باشه. حالا وقتی که در ذهن من شد، دیگه الان هر کوچیک و بزرگی که تو خونه است عبادته. هر حادثه‌ای که به وجود میاد عبادته. چطور؟ چون که من دنبال هدف هستم. عبادت چی هست؟ عبادت هر کاری که من انجام میدم که میخوام رضایت خداوند رو به دست بیارم. بله. و این کاری که من انجام میدم طبق دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دین مبین اسلام است. و ازدواج رو من مبنای چی انجام دادم؟ اصلا کیه که دنبال ازدواج باشه؟ ازدواج یعنی چی؟ یعنی مسئولیت، یعنی دردسر، یعنی نمیدونم اینو راضیش کن، اونو راضی کن، اینو دل حرفشو بشین و اینو فلان کن. این اصلا با هیچ انسان آزاده ای سازگار نیست. اما من همه اینها رو زیر پا گذاشتم. اومدم این مسئولیت رو قبول کردم. به خاطر چی؟ به خاطر رضایت خداوند متعال، به خاطر رسیدن به این راههایی که منو به خداوند متعال میرسونه. الان که این شد، الان ببینید دیگه چشم چرانی مثلا معنا پیدا نمیکنه.
چشم خالی بودن معنا پیدا نمیکنه که آقا این چقدر داره اون چقدر داره. این مفاهیم اصلا گم میشه، چون که این مفاهیمه که زندگی رو تلخ میکنه. و شما در رقابت باشید و برای رسیدن به دنیا میخواید با کی، از کی سبقت بگیری؟ رسیدی به محمود، خب باز محمود زید که پولدارتره، رسیدی به زید او بابا تقی و نقی که پولدارترن. این یک مسابقه ای است که هرگز پایان نداره. واسه همینه که خداوند متعال دنیا رو هرگز مصدر سعادت قرار نداده. خداوند متعال سیستم ما انسان رو طوری خلق کرده که هدفمون چی باشه؟ رسیدن به خداوند متعال. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من جن و انس رو خلق کردم برای عبادت خودم. عبادت خدای مفهوم بی‌نهایت هست، رسیدن به رضایت بی‌نهایت. پس من این قدرت رو دارم، قدرتی که به سوی بی‌نهایت حرکت کنم، به سوی خدایی که در همه چیز اکبر هست حرکت کنم. حالا تا در این مسیر حرکت میکنم مثل قطار، تا تو مسیر خودش هست راحت حرکت میکنه. همین که از سکه راهن اومد بیرون، از ریلش زد کنار، دیگه داغون میشه. وقتی که من از ریل آهن زدم بیرون تو خاکی، اونجاست که بدبخت میشم، نیگونبخت میشم. همینه که افرادی که ببینید سعادت مال کی هست؟ سعادت و خوشبختی و بهشت مال اونی هست که بهشت بخواد. خب بهشت که هممون میخوایم، هممون ادعا میکنیم میخوایم، اما هممون نمیخوایم. کسی هست نخواد؟ خیلی ها هستن که نخواد. چطور؟ الان بهشت نعمت هست، قدرت هست، توانایی هست، یعنی تمام خواسته ها بدون مرز، هیچ محدودیتی برای هیچ خواسته ای نیست، هر آرزو و تمنایی هر کسی رو وقتی که ما توصیف بکنیم که بهشتی است با این همه نعمت ها و با این ویژگی ها، هیچ انسانی نیست بگه که نمیخوامش. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل امتی يدخلون الجنه، همه امتیان من وارد بهشت میشن الا من ابا، مگر اون کسی که دلش نخواد. کیه که دلش نمیخواد؟ اونی که دنبال بهشت تو کوچه میگرده در حالی که تو خونه گمش کرده. چرا تو کوچه دنبال خونه بهشت میگردی، دنبال سعادت میگردی، دنبال خوشبختی میگردی؟ چون فکر میکنه اینجا روشنه. بابا تو خونه گمش کردی، خونه تاریکه. خونه رو وقتی تاریک کردی تو کوچه میگردی. واقعا باید بینچور باشه. خونه رو چطور تاریک کردی؟ خداوند متعال به همسران پیامبر میفرمایند واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، یاد کنید، تکرار کنید آیات قرآن رو، دستورات و مفاهیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو در خونه هاتون. ما اومدیم خدا رو رسولش رو از خونه بیرون آورد. خب خونه چی شد؟ جهنم شد دیگه. خونه ای که توش قرآن نباشه، خونه ای که تو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی فرمودن؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، خونه هاتون رو قبرستان نکنید. خونه ای که توش قرآن نباشه، خونه ای که توش دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نباشه، شیوه زندگی پیامبر نباشه، خون که توش جهنمه دیگه. اگه کسی بخواد بیاد بگه جناب دکتر بعضی خونه ها مثلا کسی بخواد بگه هستن، کسی هست مثلا زن و شوهری که نه نماز دارن، نه روزه دارن، نه قرآن دارن، نه چیز دارن، اما خوشبختن، اما زندگی خوبی دارن، اما بهشت خونهشون، میپذیرید این صحبت؟ این امکان نداره. این خلاف قوانین هست. این مثل همون کسی هست که بیاد بگه که آقا دو تا میشه 6 تا. کی به کیه تاریکیه دیگه؟ بگو بله. بابا چطور ممکنه؟ میگه آقا من میگم. تو میگی، تو میتونی ادعا کنی، اما این هیچ ارزشی نداره. قوانینی رو خداوند متعال وضع کرده که اینا رو میگن سنت الله. ولن تجد لسنت الله تبدیل ولن تجد لسنت الله تحویل. امکان نداره، هرگز امکان نداره که این قانونی که خداوند متعال وضع کرده این یا عوض بشه یا تغییر پیدا کنه. امکان نداره. قانونی که خداوند متعال برای سعادت و خوشبختی گذاشته اینه که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن
فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی که عمل صالح انجام داد، حالا چه زن باشه چه مرد باشه و مؤمن هست، ایماندار بودن و کار نیکو انجام دادن. به تنهایی هم نه، هر دو تا با هم. هر دو تا با هم. ایمان تنها بدون عمل فایده نداره، فایده و نداره، عمل هم بدون ایمان هم نتیجه نداره. ایمان و عمل صالح رسیده به چی؟ فلنحینه حیاتا طیبه. ما اون رو به زندگی خوشبختی میرسونیم، زندگیش خوشبختی میشه. معنی زندگی خوشبخت، این حیات طیبه اینجا چیه؟ یعنی چی توصیف میکنید این حیات طیبه رو؟ آیا این مراد حیات طیبه عدم وجود مشکل و نقص در زندگی است یا نه معنای فراتری داره؟ اصلا راه رسیدن به بهشت راه ناهمواری هست، راه دردسره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این بهشتی که ما در پیش هستیم رو توصیف میکنن. وصف این بهشت چیه؟ حفت بالمکاره. این بهشت از هر طرف تو سختی هست. رسیدن به یک آخه چیز با ارزشیه. طلا خیلی با ارزشه. چرا با ارزشه؟ کمیابه. کمیابیش دست یافتن میریم یه کوه رو میکنیم، یه تن نمیدونم سنگو میگیریم، پدرشو در میاریم، تیکه پارش میکنیم، جونشو میکنیم، میگن که چی؟ در 1 تن سنگ 1/100 گرم طلاست. او این چه کوه با ارزشی است، درصد طلاش خیلی بالاست که در 1 تن سنگ 1/100 گرم چی طلا میره بیرون. چون که اینطوری هست خب ارزش پیدا کرده. بهشت هم با چیز با ارزشی هست دیگه، نمیشه که بهشت رو به هر کی داد. این سعادت نصیب هر کسی نمیشه. وقتی خداوند متعال این رو از نشانه‌های عظمت خودش در مقابل نمیدونم کون و مکان و همه این خلقت ذکر میکنه، پس این راه رسیدن به این همینطور هموار هم نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. یعنی همه سختی ها و بدبختی ها که نه، سختی ها. آیا فکر میکنید به بهشت میرید در حالی که به شما نرسید آنچه که با متاع قبل از شما رسید؟ اینا میرسه، اما وقتی که این یکی از صحابیات هست این معنا رو خیلی خوب به ما میرسونه. معنای بهشت ساختن زندگی با وجود مشکلات. مشکلات اگر هست، در کنار مشکلات رضایت هست، قناعت هست، خوشنودی هست. همون بهشت درونی که ازش صحبت میکردیم. وقتی که اینا باشه دیگه این سختی ها اینا به صورت راه رسیدن به هدف هست. وقتی که من در پی یک هدف هستم، ببینید انسان وقتی که شاد شد، خوشبخت شد، سختی ها اصلا قدرتش داخل جسمش یک قدرت توانمندی پیدا میکنه که عجیب است. خانم خوشبخت نیاز نداره که خودش رو مکیاژ بزنه. چرا؟ چون همین خوشبختی درونی اونو خوشگل میکنه. خانم خوشگل اگه بدبخت شد هر 2 روزی باید بره به اصطلاح سالن آرایش و آرایشگاه. چرا؟ چون که مشکل در داخل خودش هست. اینه که ببینید شما همین چند وقت پیش ما قبل از رمضان هر روز تعطیل میرفتیم کوه. عبدالله عاشق کوه هست. خب روز قبلش خسته کوفته، شب هم دیر بخواب، صبح بعد از نماز حرکته. این آقا بعد از 1 ساعت خواب سر صبح سرحال بلنده که بریم کوه. همین فرد کیه؟ اینیه که روز قبلش 6 ساعت 8 ساعت میخوابید، بعدا باید با تراکتور بیدارش میکردیم. این عشق انسان رو به حرکت در میاره. عشق در انسان یک قدرت خارق‌العاده‌ای به وجود میاد که همه سختی ها در مقابلش آسون میشه. الان این مثال رو میخواستم بزنم، مثال ام سلیم. ام سلیم اون زنی هست که دین در داخلش جا پیدا کرده. یه جوون برازنده 20 میاد خواستگاریش، مسلمون نیست، اسمش ابوطلحه هست. میگه آقا ابوطلحه ببین
تو جوونی نیستی که هیچ زنی تو رو رد کنه، دست رد به سینت بزنه. خوشتی، با کلاس، پولدار همه چیز. خب اما من دست رد به سینت میزنم. چرا که من مؤمنم، من در سینم بهشت دارم، من در سینم نور دارم، تو در سینت تاریکی و ظلمت رو داری. امکان نداره ما با هم وصله تن هم بشیم. اگر میخوایی همراه من بشی، مهریه من ایمانه. مسلمون شدی قبول. میگه چطور من مسلمون بشم؟ من خدایی دارم، خدامو ول کنم و بیام خدای تو رو عبادت کنم؟ مگه میشه؟ میگه خدای تو کیه؟ این بته؟ این بتی که فلان نجار حبشی این رو ساخته، تراشیده جلوی چش خودت، رفتی پول دادی، عقلت کجا بود؟ رفتی باید تیکه چوب پول دادی، حالا میای عبادتش میکنی؟ خدای آسمان ها و زمین کجاست؟ خدای روزی رسان کجاست؟ تو عقلت کجاست؟ ابو طالب فکر میکنه واقعا راست میگه. بعد از یک تفکر میاد میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. ازدواج میکنن، خداوند بهشو فرزندی میده. چقدر فرزند شیرینه. الان این فرزند مریض، هی ابو طالب میره مسجد، میاد این ور اون ور، چی شد بچم؟ طرفای عصر بود که بچه جان داد. ابو طلحه کجاست؟ رفته نماز. از مسجد بر میگرده شب، چی شد؟ میگه که بچه خیلی آرومه. مادر جگرگوشش وفات کرده، پارچه‌ای روش پیچیده، یه گوشه گذاشته، به همه گفته که کسی حق نداره به ابو طلحه خبر بده تا من بهش خبر بدم. اینو میگم خانه بهشتی. ایمان رسوخ کرده در خشت این خونه. الان ببین اینجا مگه دردسر نیست؟ بچه فوت کرده، جگرگوشه خونه است، میوه دله، اولین بچه است، ثمره زندگی است. حالا باید این خونه جیغ و داد و ظاهرش اینه که این مادر دیگه الان باید چنان شیون میکرد که 6 تا همسایه اون طرف هم خبر میشه. یعنی توسط این تصوری که ما داریم در ظاهر. اما چون که قلب با خداست، قناعت، رضایت اینو پر کرد، میاد چیکار میکنه؟ میگه کسی حق نداره که به ابو طلحه خبر بده تا من خبرش بدم. ابو طلحه میاد ها بچم، میگه آرومه، برن. میگه نه نزدیک بچه آروم. جالبه جناب دکتر که میگه کسی نگه تا من بگم، در حالی که ما تو مصیبت ها فرزند که فوت بکنه بی تاب تر از همه مادره و میگیم همه هیچ کسی جز مادر هر کی میخواد بگه مادر نگذاره پیش بره، چون مادر نمیتونه خودش رو کنترل کنه. اینجا برعکسه، سخته. خب حالا ابو طلحه میاد، ام سلیم ازش استقبال میکنه، بهترین استقبالی که یک همسر از شوهرش میکنه. خودش رو آرایش کرده، از شوهرش استقبال میکنه. اون شب در کنار هم هستن و بعد از این در صبح بهش میگه که ابو طلحه یه چیزی میخواستم بگم. میگم این همسایه بنده خدا چیه؟ میگه بنده خدا یکی براشون یک امانتی آورده، الان میخواد امانتی رو بگیره، اینو نمیخوان بدن، داد و فریاد میخوان را بندازن. میگه خیلی کار بدی میکنن. وقتی کسی به کسی امانتی داد، صاحب امانت حق داره، هر وقت دلش خواست میگیره میبردش. اینا حق ندارن که همچین تصرفی از خودشون نگاه. گفت اگر این امانتی پیش ما باشه چی؟ میگه ما هم میسمه، این که جای بس نداره. میگه پس خداوند متعال یه امانتی پیش ما گذاشته بود، امانتشو گرفت. سبحان الله. ابو طلحه خشکش میزنه. چی میتونه بگه؟ اما میگه که در مقابل حرف خودش قرار میگه این صبری که تو داری، این من نمیخوام که از تو کم بیارم. تو که مادرش این میگه، من دیگه چی میتونم بگم؟ اینجاست که دیگه وقتی که خانم اینطور باشه، خانمایی که میان اعتراض دارند، شکایت دارند، یا آقایونی که شکایت دارند از همسراشون، آقا این شکایت تو بنداز دور. خودت تو عهد و پیمان بستی که این طرف رو خوشبختش میکنی، حالا اون چی کار میکنه کار تو نیست. تو بیا بهشت رو برای طرف مقابل درست کن،
خود به خود خانه بهشتی میشه. طرف مقابل اگر دلش سنگ باشه نرم میشه. شما دکتر، ما بحث طولانی خواهد بود و وقت ما کم، ما 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. من دوست دارم غیر از این مواردی که ذکر شد اگر نکات مهمتری هست که ما رعایت اونها به ما بیشتر کمک میکنه تا که بتونیم این فضایی که شما تصمیم میکنید این فضا رو ما بتونیم ایجاد بکنیم و یا این صفات رو ما در وجود خودمون نهادینه بکنیم، یعنی طوری که این طبع ما اینطوری بشه. یعنی کلا خود به خود ما خودمونم قبل از اینکه خونمون بهشتی بشه طبیعتا باید خودمون رو بهشتی بکنیم. چی کارا میشه کرد مختصر در 8-7 دقیقه؟ ببینید همه ی تلاش ما در زندگی، جون کندن پدر مادر، فرزندان، همه ی اطرافیان، به خاطر چی است؟ رسیدن به یک سعادت که همون بهشت زندگی باشه. بله. خب این سعادت و خوشبختی از رحمت خداوند بر ما اینه که این کلیدش رو دست خود ما داده. ما این که زندگی خودمون رو خوشبخت میکنیم یا بدبخت میکنیم با این کلید، با همین اینه که منم اختیارش دست خودمه. اون کسی که دائما میناله میگه که من بدبختم، ما نداریم، اگر داراترین فرد باشه نادارترین شخص است در زندگیش. اون کسی که میگه من بدبختم خودش خواسته، انتخاب خودش هست، خودش میگه من بدبختم، خب بدبخت میشه دیگه. اون کسی که رضایت نداره، قناعت نداره، اینطور میشه. خب حالا ما میخوایم که این رو عوضش کنیم، زندگی رو شیرینش کنیم. طعم شیرینی با ایمان هست. ایمان که در زندگی شد، البته ایمان باید ایمان باشه، حرف نباشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند 3 تا دارو هست، 3 چیزه که اینا رو هر کسی تو زندگیش پیاده کرد دهن و زندگیش شیرین میشه از ایمان. عسل میشه. ما که میگیم ماه عسل، زندگی بشه عسل. مثلا این میشه یک کندوی عسل. حالا چطور میشه کندوی عسل؟ مهمترین نقطه اینه که ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. هدف من فقط رضایت خدا و رسولش هست، به هر قیمتی که شد. به هر قیمتی شد. حالا وقتی که هدف رو مشخص کردیم، برنامه زندگی رو مشخص کنیم. ببینید شما یه مسابقه میذارید که بچه‌ها از اینجا حرکت میکنیم میریم اون بر مدرسه، اون علامت رو میبینید برید اونجا. من میخوام که طوری برید که مستقیم به اونجا برسید، زیگزاگی حرکت نکنید. خب هر یک از دانش آموزا بیاد نگاه کنه، زیر پاشو نگاه کنه، خب زیر پا راه که هموار نیست، یه جا چاله‌ای هست، یه جا بالایی هست، یه جای فلان هست، یه جا. وقتی که اونجا رسید پشت سرشو نگاه کنه میبینه که اینجوری حرکت کرد. کیه که مستقیم به هدف میرسه؟ اون کسی که راه رو نگاه نکنه، هدف رو نگاه کنه، میره مستقیم. خب تو چاله افتاد هیچ مهم نیست، چشش به هدفه، بلند میشه. خب خاری رفت تو پاش مهم نیست، به هدفه، به طرفش میره. آخر اونجا که رسید نگاه میکنه مستقیم اومده. ما هم همینه، هدف رسیدن به رضایت خداوند و ان یکون الله و رسوله احب الیه. خدا و رسولش راضی باشند، رضایت خدا و رسولش پیش من از همه چیز عزیزتر و مهمتره. این یکیش. خب اینو گرفتم. دومیش ان یحب المرء لا یحبه الا لله. وقتی که کسی رو دوست داره، روابط اجتماعیش، روابط محبتش مبناش چی است؟ اون محبتش باید، همون محبتی که به خدا و رسول داره. حالا عزیزترین شخصی که انسان میتونه دوستش داشته باشه، در کنارش باشه، خب از همسر که نزدیکتره. همسری که خداوند متعال اون رو لباس تنت معرفی کرد. ناموست، حیات، غیرتت جزئی از تنت، تکاملت، با اون کمال پیدا کردی، با اون شدی آدم. قبل از اون بودی نیمه آدم. قبل از اون اسمت بود لخت، اوریان. لباست اونه، مجرد در به در. مجرد در به در اسمش لخت اوریان هست، لباس نداره دیگه.
اصلا ما اسمشو چی میذاریم؟ وقتی قرآن میفهمد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، همسر شما لباس تن شما، شما لباس اونها، اونها لباس شما، یعنی مجرد لخت دیگه. ما اسمشو چی گذاشتیم؟ ما اسمشو گذاشتیم مجرد. مجرد یعنی چی؟ یعنی لخت از لباس. مجرد یعنی جرد شده، لباس نداره. کلمه مجرد مثلا خود معنی لغویش هم یعنی همین میشه. مجرد یعنی لخت. اوریان. خب لخت. الان بعدش چی است؟ و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انجاه الله کما یکره ان یرمى فی النار. این مهمه. اینقدر به این چیز شیفته شده، به خداوند و محبت خدا و رسولش، روابطش بر این مبنا هست که در مقابل این یک ثبات و عزیمتی داره که این عزیمت و ثبات قابل شکستن نیست. هر چیزی که اون رو به طرف جهنم میکشونه، به طرف به اصطلاح غیر خدا میکشونه، اون رو انگار تصور میکنه که منو میخوان تو آتیش بندازن، چون اون ایمان با گوشت و پوست این آمیخته شده اصلا. هرگز حاضر نیست از اون کم بیاد. کیه که اجازه میده کسی اون رو تو آتیش بندازه؟ چطور براش افتادن تو آتیش سخت، متنفر کننده است و ازش فرار میکنه، همینطور از هر آنچه که خدا و رسولش نمیخوان فرار میکنه. یعنی هر چیزی که غیر خواسته الله و رسول هست برای این شخص به منزله آتش و عذاب. واقعیت هم آتش عذابه. هر کسی که این راه رو رفت بدبختی داره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کسی که در راه غیر خدا رفت بدبختی داره، پریشانی داره، استراب داره. در مقابلش و من اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی، کسی که راه من خدا را انتخاب کرد، اون سعادت و خوشبختیش، بهشتش ضمانت شده است. پس ما این کلید دست خود ماست. منم که انتخاب میکنم که میخوام خوشبخت بشم یا میخوام نشم. انشالله که الله تعالی همه ما، شما و بینندگان و شنوندگان عزیز ما رو از جمله این افرادی قرار بده که فضای خونه ما فضای بهشتی باشه، به شرط اینکه آنچه که جناب دکتر ذکر فرمودن از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم رو آویزه گوشمون قرار بدیم که در زندگی الله و رسول برای ما اولا باشه بر هر چیزی، و اگر رابطه ما با الله متعال که خالق عالم، مالک عالم، آقا و سرور عالم و همه امور عالم به دست اوست، اگر این ارتباط برقرار شد و مستحکم تر شد روز به روز، اون موقع دیگه کسی که الله رو داره چه غم داره که کلید خزانه های عالم به دست داره. جناب دکتر سخن پایانی شما رو با عزیزان بیننده و شنونده میشنویم. در این لحظات که لحظه های آسمانی است و لحظات دعا هست، ما اولا برای خودمون و خوشبختی خودمون و رفتگانمون حتما دعا کنیم و یادمون نره که ما پاره‌ای از یک امت بزرگ هستیم و برای مؤمنان، برای مظلومان و مستمندان در همه جای دنیا دعا کنیم. برای مظلومان در عراق، در سوریه، در یمن، در مصر، در لیبی، در برما، در هر جای دنیا، در افغانستان، در هر جای دنیا که ملت‌های مظلوم و درمندی هستن، براشون دعا کنیم و به خدامون برسونیم که ما از هر چه ظالم هست، از هر چه ستمگر هست، از این طاغوتیانی که بر ما حاکمند، بر کشورهای دیگه حاکمند، ملت‌ها رو به زجر و بدبختی کشوندند و دنیا رو به ویرانی، از اینها ما متنفریم. به خدامون این نفرت از ظالمان رو برسونیم، با نفرین کردن و دعا کردن این ظالمان نشان بدیم که ما از کارشون متنفریم و با دعا کردن برای مؤمنان و مستمندان نشان بدیم که ما در دردشون شریکیم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و از اینکه لطف کردید و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. همچنین از همه شما بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی متشکریم که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. از الله متعال خواهانیم هر آنچه که از خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون خواستن و پناه میبریم به شر، از هر آن شری که الله رسول صلی الله علیه و سلم به الله متعال از اون پناه بردن. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر.